با سلام خدمت دوستان عزیز. همینجور که ملاحظه میکنید این نهال انگور 1 ساله بوده که ما سال قبل کش کرده بودیم و امسال برای انتخاب پایه اصلیمون اومدیم اینو کفبار کردیم و 3 تا پایه نگه داشتیم تا آخر برج 2 که از بابت باد و شرایط جوی اگه یکی از اینا آسیب دید یکی به عنوان پایه برامون بمونه که اون پایه که قوی تره اونو نگه میداریم و به یک قیمی بسته میکنیم و هرچی پاجوش زد اینا رو حذف میکنیم. دوستان در نظر داشته باشن نهالی که سال قبل کش کردن حتما باید کفبر بشه تا پایه قوی داشته باشن. موفق و مؤید باشید.